این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش برمدار باد. چون کو سرفراشته در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد. تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالیه دارالقرار باد. دارالعلوم عالیه دارالقرار باد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. در درس هفته گذشته بیان کردیم که نظریه مارکس و همچنین به ظاهر دلایلی که پیرامون عدم وجود خدا ذکر کرده، هم نظریه او باطل و هم دلایل او را، بطلان او را ذکر کردیم که عالم اتفاقی تصادفی به وجود نیامده، بلکه حتما موجود کننده خالق و صانع میخواد. با ای که بغیر از مارکسیست ها دیگه گروه ها همگی متفقن به که عالم موجد و خالق می داشته باشه، باز هم در تعیین خالق و در تعیین موجد اختلاف کردن با مسلمان ها. چنانچه که امروز به توفیق خداوند متعال سه نظریه دیگر ذکر میکنیم و رد بر این نظریات به طور گذرا داریم. یکی نظریه طبیعیین می باشه، کسانی که از اجسام طبیعی بحث میکنن، یا به عبارت دیگه تقریبا دهری ها، کسانی که طبیعت را خالق، طبیعت را موجد از برای عالم میدانند. دوم نظریه مادیگراها که ماده یعنی اتم موجد از برای عالم میدانند. سوم نظریه بعض دیگه از افراد و گروه ها و طوائف که عالم را به ذات خود موجد از برای عالم میدانند. خود او را موجد و خالق خود او را موجد و خالق اجزای خود، و یا یکی یک جزء از اجزای عالم را موجد و خالق و صانع از برای همگی اجزای دیگه عالم. اولا به طور کلی بگم که عقل مجموع همین نظریات رد میکنه. در مورد طبیعت گفته باشه که طبیعت چیه، اونا همونطور تعریف میکنن. در حکمت یونانی هم همین چیزی که امروزه گفته میشه گفته شده. طبیعت میگن عبارت از یک قوت بیشعور، عدیمت الشعور، بیشعوره، غیر مشاهد، ما نمیبینیم و قوته، ولیکن اثرات به بیرون از او ما مشاهده میکنیم. طبیعت آب یا قوت در آب
که شعور نداره ای قوت و مشاهده هم نمیشه، لیکن اثر از برای او هست. میگن طبیعت آب چیه؟ سیلان. طبیعت آب چیه؟ رطوبت. طبیعت آب چیه؟ برودت. طبیعت آتش چیه؟ یعنی هر چیزی را که نگاه بکنیم میگه یک طبیعت داره. همین طبیعت همون قوت بیشعور غیر مشاهد صاحب اثر. یه چیزی که همین طبیعیین بیان میکنه. همین طبیعت میگه موجد میباشه، خالق میباشه از برای عالم. بالکل گفتیم عقل نمیپذیره که بیاید یک بیشعور موجد و خالق از برای باشعور باشه. خالق از برای انسانی که به فضا میره، انسانی که سفینه ها تیار میکنه، زیر دریایی ها تیار میکنه، فانتوم ها بم اتم تیار میکنه، با این مغز خود بیا یک بیشعور ای صاحب شعور پیدا بکنه. یک بیشعوری بیا ملک پیدا بکنه. یک بیشعوری بیا جن پیدا بکنه. یک بیشعوری بیا بعض گیاهانی را که در نزد گیاه شناس ها همون گیاه حتی شعور داره، به مجردی که پیش ازی که با مانع برخورد بکنه راه خور کج میکنه میره، مثل کدو، مثل گل پیچک از این قبیل، یا حتی گل آفتابگردان و آفتابگردش که به هر طرفی که خورشید باشه رو خور به اون طرف دور میده، که در نزد گیاه شناس ها همین میباشه یک نوع شعور. بیا بیشعور صاحب شعور پیدا بکنه. این را عقل نمیتونه بپذیره. چرا؟ به خاطری که یکی میباشه خطاطی، یکی میباشه خطکشی. شما اگر دست یک استاد خطاط هم کاغذ قلم نی دوات بده، دست یک بچه 2 ساله 3 ساله هم کاغذ و دوات و قلم و نی و این چیزا بده، ای هم خط میکشه، او هم خط میکشه. لیکن یک خطه که هنر میباشه، معلومه که صاحب شعور بوده، خطاط ماهر و حاذق بوده که چنین زیبا بر روی خود صفحه یک خط کشیده و نوشته کرده. بچه خورده که بدی او خط میکشه و خط میکشه و سفر چتل میکنه. چرا؟ به خاطری که این شعور نداره و این صاحب شعور میباشه. آیا اگر یک سفره چیده منظمه ما و شما ببینیم، این را میتونیم تصور بکنیم که عقل میتونه این را جایز بدانه که یک بچه خورده بیشعور نادانه آماده باشه همین سفره به این تنظیم خاص و به این ترتیب خاص چیده باشه؟ نه، بلکه پشت سر این یک کسی که صاحب شعوره، صاحب فهمه، صاحب سلیقه، به اساس سلیقه و فهم و شعور خود ای آمده همین سفره نمیتون منظم چیده. سفره عالم هم چگونه میشه که یک طبیعت بیشعور او بیا اینطور منظم هم اجرام سماوی و هم اجسام پایینی اینطور منظم بچینه. علاوه بر این طبیعت وقتی که این اشخاص میگن و این گروه میگن طبیعت خالق میباشه از برای عالم، طبیعت هر چیز مختص به اون چیزه. طبیعت آب در خاک نمیباشه، طبیعت خاک در باد نمیباشه، طبیعت آتش در هیچ کدوم یکی دیگه نمیباشه. بلکه انسان ها که ببینیم میگم طبیعت آنها با هم دیگر فرق دارد. اگر به معنای دیگه طبیعت بگیریم،
طبیعت گیاه تا طبیعت خود جن تا طبیعت انسان با همدیگر فرق دارد. همین عناصر اربعه را که بگیریم، مواد چهارگانه، آب، آتش، باد، خاک، طبیعت هر کدام مخالف با دیگریه و این طبیعت در او حلول کرده، به او مختص می باشه. گفتیم طبیعت خاک ما در آب سراغ نمیتونیم بکنیم، طبیعت آتش را در هوا ما نمیتونیم و در باد نمیتونیم سراغ بکنیم. پس چگونه میشه که طبیعت بیا خالق همگی عالم باشه و حالا که مختص طبیعت ها به مو اشیاء؟ وقتی که میگم خالق معاذ الله، خب این معنا که نسبت او به تمام عالم علی السویه، در هیچ کدام از این اجزای عالم حلول نداره. او مطلق می باشه، او یکه و تنها می باشه و ایرم موجود کرده، ایرم موجود کرده، ایرم موجود کرده. حالا که همین طبیعیین بیان میکنن که نه، طبیعت ای با طبیعت ای مخالف است، طبیعت ای ماده و عنصر با طبیعت ای ماده و عنصر مخالف است. پس اختلاف طبیعت ها دلالت میکنه بر این که ما او تو طبیعت که شما میگید خالق باشه از برای آب و باد و آتش و هوا و یا مثلا خاک، این تو چیز ما نداره. مطلق هم خود نمیتونه بگیم که یک طبیعت مطلق هست، زیرا مطلق به ذات خود وجود نداره، حتما باید در ضمن یک فرد موجود باشه، یا در ضمن طبیعت آب، یا در ضمن طبیعت باد، یا در ضمن طبیعت خاک، یا در ضمن طبیعت آتش. این تو مطلق طبیعت ما نداره. اسلامیین یعنی مسلمان ها طبیعت نفی نمی کنن، زیرا یک چیزی که مشاهد می باشه، می بینیم، اثرات او رو می بینیم. ولیکن مسلمان ها چی میگن؟ میگن که طبیعت قوت بیشعور هست، یعنی صاحب شعور نیه، مشاهده نمیشه، لیکن غریزه، یعنی خلانده شده، نهاده شده در شیء از جانب پروردگار. در آب همین طبیعت نهاده شده، غریزه خلانده شده، گذاشته شده در او همین طبیعت. کی گذاشته؟ خداوند تبارک و تعالی. اینطوریه که طبیعت مستقل چیزه باشه. پس بالکل بیشعور نمیتونه که بیا او موجود از برای صاحب شعور باشه، زیرا یک صورت دیگه که برتری مخلوق از خالق میاد. کسی که صاحب شعور باشه، صاحب فهم باشه، صاحب یه همه دانش باشه، او را ما بیایم مخلوق از برای یک بیشعور قرار بدیم، بیشعور باشه خالق و مخلوق از خالق برتر. مخلوق علم داره، انسان بگیریم حیات داره، فلان داره، صفت خود اراده و مشیت داره، صفت سمع و بصر داره، لیکن این قوت که خلق او را کرده، این هیچی از این صفت ها در او موجود نیست. پس عقل این چیز نمیپذیره، لحاظا این نظریه باطل، مردود عقلا. بیاییم به نظریه ماده که اتم میباشه موجود عالم. همین نظریه را اگر ما موشکافی بکنیم، پیش از این که اتم کسی بشناسه، نفتن مولکول این بافت ها تشکیل میده، بافت ها باز یا با هم دیگر یعنی حجره ها میشه و حجره ها بافت میشه و همینطور کته و کلان شده میره تا ای که اجزا و جسم و جرم به وجود میاد. سابقا یعنی چند صد سال پیش کسی اتم نمیشناخت. باز بعداً تکنولوژی که پیشرفت کرد، دستگاه های خیلی قوی‌تر و دقیق‌تر به وجود آمد، گفتن مولکول خودو از اتم تشکیل میشه. اگر همینطور بگیریم، این خود سبب میشه که اعتقاد تغییر بکنه، حالا که اعتقادیات تغییر ناپذیره.
یک دفعه میگیم مولکول، این موجود عالم. باز که کمک دانش تو پیشرفت کرد میگه مولکول نه، اتم موجود عالم. خب برو همین اتم، همین نظریه هم غلط که بیا اتم موجود عالم باشه. چرا؟ به خاطری که اتم امروز تثبیت کرده دانشمندها که خود او مرکب می باشه از الکترون و از پروتون. هم چیزی که مرکب شد مطلقاً مرکب که شد، او احتیاج به اجزا داره. یعنی همین اتم به خاطر وجود خود محتاج به این که حتما الکترون داشته باشه و حتما پروتون. این دو که با هم دیگر جمع بشه، هر کدام هم موجود اتم نمی باشه، بلکه هر دو که جمع شد به اونجا اتم موجود میشه. پس حالا اتم چگونه میتونه که موجد و خالق باشه؟ خود او محتاج، خود او در بدر و سرگردان به دنبال الکترون و پروتون تا ای که او را تشکیل بده. پس چگونه میتونه وقتی که خود او محتاج باشه باز بیای عالم را تشکیل بده؟ محتاج هیچ وقت خالق شده نمیتونه. به عبارت دیگه بگه مرکب یعنی حادث، نوپیدا. تا وقتی که الکترون و پروتون با هم دیگر جمع نشه اتم به وجود نمیاد. پس از اجتماع الکترون و پروتون اتم به وجود آمد، همین خود شد نوپیدا، حادث. همین حادث خود او موجد میخواه. این وقت چطور میتونه که موجد دیگه کس باشه؟ پس موجد همین اتم کی شد. اگر اینطور بگید که برو خویی هم نشد، موجد اتم و موجد عالم همین جزء کیه؟ اتمه. و بازم نظریه اعتقاد تغییر کرد. یه حیران و پریشان میگرده. سبب دانشمندان میگه خود همین الکترون هم یک بار مثبت و منفی داره. خود پروتون هم که از این قانون زوجیت که خداوند تبارک و تعالی بیان میفرمایه در تمام اجزای عالم وجود داره، بغیر از ذات خداوند تبارک و تعالی که او فرد می باشه، او وتر می باشه، او طاق می باشه. دیگه هر چه در عالم سراغ بکنیم یا دانستیم که این قانون زوجیت در وجود داره، یا ای که تا به حال ندانستیم لیکن بعداً میدانیم، بعداً باز اکتشافات میاد. خب هر ترتیب اینا میگن که همین اتم باز موجود میکنه الکترون و پروتون. الکترون دانشمندها بیان کردن که به دور محور خود، یعنی یک محور این متحرک الکترون حرکت میکنه بر محور خود به دور هسته خود در هر ثانیه به گفته دانشمندان امروزی 48,000 کیلومتر. به هر ثانیه 48,000 کیلومتر این حرکت میکنه. چیزی که متحرک شد او باز کی میتونه موجود باشه؟ زیرا حرکت خود او یک عارضه. عوارض پیشتر بیان کردیم در درس‌های سابقه که عوارض همگی حادثه. او چیزی که محل حادث باشه او هم کی است؟ حادث می باشه. پس خود الکترون حادث، خود او احتیاج به موجد داره. اگر بگیم که یکی از این دوتا والله علم یک هنوز بدبختی به وجود میاره، یکی از دوتا یعنی هنوز اعتقاد این نفر تکمیل نشد، این معتقد نشد، جزم نکرد بی که کدام یکی. حالا که در امور اعتقادی جزم لازمه، گفتیم پیشتر تصدیق لازمه که تصدیق بکنی بی که یک چیز موجود از برای عالم می باشه. این تا به حال نتونسته که تو تایید بکنه و یا که یقین بکنه بی که الکترون یا پروتون. در عین حال هیچ کدوم از اینا نمیشه. چرا؟ زیرا هر کدام از این دو محتاج. الکترون به پروتون نیاز داره به خاطر تشکیل اتم و پروتون به الکترون. همین که احتیاج آمد گفتیم، احتیاج خود او علامت امکان، خود او یعنی دربدری، خود او یعنی متقاضی دیگه چیز از کس دیگه بیاید یک چیز سراغ بکنه و یک چیز بخواهد. پس کی میتونه که او مستقل باشه؟ موجد عالم
او باید مستقل باشه، صمد باشه، بی نیاز از هر چیز و هر چیز به او نیازمند. پس الکترون یا پروتون یا فلان این موجد از برای اتم شده نمیتونه، بلکه خود اینها محتاج به موجد. ها از ترکیب سعی کنیم، ایجاد جدا چیزه، ترکیب جدا چیزه. ایجاد به معنای وجود بخشیدن نبوده، او را هست کرده، این را ایجاد میگن. این که من بیام اجزای موتورسیکلت با هم دیگر پیوند بدم منتاج بکنم، این ایجاد نشد، این ترکیبه. پس الکترون و پروتون ترکیب میشه با هم دیگر، اتم از او تشکیل میشه. اتم ها ترکیب میشه از با هم دیگر، از اون مولکول تشکیل میشه. این وجود نیه که بیان بگم این وجود بخشیده به یکی دیگر. نه، مجموعه هیئت ترکیبی را میگم مولکول، هیئت ترکیبی چیزا میگم جزء، میگم جسم، میگم عضو، میگم جرم. پس مولکول یا ماده یا اتم او تشکیل دهنده یا به عبارت دیگه بگم موجد و صانع شده نمیتونه، بلکه خود او محتاج به صانع نباشه. زیرا حادثه، نوپیدای، محتاجه. کی میتونه که محتاج و حادث و نوپیدا بیای موجد و خالق قرار بگیر از برای عالم؟ به او همه عظمت. ای که عالم بیاید موجد باشه، این هم عقل قبول نمیکنه که عالم موجد باشه. نه، زیرا از سهل خالی نیه. عالمه که موجد بگیریم، خالق بگیریم، عالم موجد از برای خود، یعنی عالم آمده خود را تشکیل داده، خود را موجود کرده. عالم بیا اجزای خود را موجود بکنه، این بالکل شده نمیتونه. مجبوره که آخر این را بگه که نه، یک جزء از اجزای عالم آمده عالم تشکیل داده، عالم موجود کرده، خلق کرده. هیچ کدوم از این صحیح. زیرا فکر کنیم اگر عالم بیا موجد و خالق خود باشد، عالم یعنی مجموع من اصل مجموع، یعنی اعراض و جواهری که پیشتر ذکر کردیم، رنگ ها، بوها، مزه ها و طول ها، به ترتیب قد و قامت ها، اینا همگی طول یعنی طوالت، صغارت، توسط فلان، اینا همگی اعراض می باشن. اجرام و اجسام همگی اعیان می باشن. شما میگید که عالم موجد خود و یک دفعه عالم بشه تا یکی بیا موجد بشه. عالم مجموعه، همین اجتماع از کجا آمد؟ عالم یعنی مجموعه اعراض و جواهر. همین گپ بسر این مجموعه، تو یک دفعه به مجموعه برسون، باز بعدا بگو که این موجد از برای خود می باشه یا موجد از برای اجزای خود. همین اجزا از کجا شد تا یکی آمد عالم تشکیل شد، عالم موجود شد. پس در صورتی که عالم بیا موجد از برای خود باشه، یک موجد یعنی علت شی قبل از شی. میگیم این مریضه، چرا؟ علت مرضی مثلا فلان چیز شده، پس فلان چیز باید سابقا باشه تا ای که باز مرض به وجود بیاره. علت همیشه قبل از معلوله. اگر عالم علت خود باشد، موجد خود باشد، پس لازم میشه که قبل از خود بیای موجود باشه. یقول نمیتونه، عقل نمیپذیره که انسان قبل از خود بیای موجود باشه. عالم قبل از خود موجود باشه، باز خود را چکار بکنه؟ موجود بکنه. وجود شی قبل از خود شی. علت مقدمه بر معلول. عالم موجد خود عالم، پس خودش مقدم بر خودش. یعنی در هنگام عدم خود، یعنی در هنگام عدم عالم وجود عالم. همین عالم یک دفعه بشه موجود، باز بیا به خود وجود ببخشه. هیچی معنی. پس یکی که شی علت خود قرار گرفت، هیچ وقت فاعل و قابل با هم دیگر یک جا شده نمیتونه. فاعل مؤثره، قابل متأثره، مؤثر و متأثر یک شی شده نمیتونه. پس فاعل علت جداه، معلول جدا. لحاظا اگر عالم
بیا موجد از برای خود باشه، یکی علتیت شی از برای نفس خود، تقدم شی بر نفس خود، وجود شی قبل از وجود، یعنی در هنگام عدم وجود شی، و دیگه ای که لازم میشه وجود کل قبل از جز. عالم یعنی مجموعه همین اشیا، زیرا عالم پیشتر بیان کردیم یعنی ما سوی الله تعالی، ما سوی الله تعالی من الموجودات، هر چی که غیر از خدا باشه و عالم گفته میشه. پس لازم میشه که کل اگر علت باشه، موجد باشه از برای خود، کل به قبل از جز موجود باشه. این چطور میتونه باشه؟ که موتورسیکل بیا قبل از اجزا موجود باشه. نه خب اول اجزا هست، جزئیات هست، باز بعدن که هست همون خود کل به وجود میاد. اجزا موجوده، باز بعدن کل به وجود میاد. لحاظا با ای که قبلا بیان کردیم که عالم خود حادث می باشه. چرا؟ عرض داریم، جوهر داریم، اعیان داریم. اعراض حوادثه. بیشتر این مسئله همی تیر شده. همی اعراض قائمه به اعیان، به جواهر، به اجسام، به اجرام. او چیزی که محل حادث باشه او هم حادث. پس عالم حادث. چگونه یک حادث میتونه که موجد باشه؟ حادث یعنی نوپیدا. نوپیدا خود او یعنی پیشتر نبود، باز پیدا میشه، یعنی موجد باید داشته باشه. او چیزی که خود او به موجد احتیاج داشته باشه، ما چگونه میتونه که موجد از برای خود باشه؟ این بالکل عقل نمیپذیره. موجد از برای اجزای خود باشه، این هم شده نمیتونه. زیرا عالم کله، همین مشت یه عالم بگیریم میگید که همین کل موجود از برای ای باشه، موجود از برای ای باشه، موجود از برای ای باشه. چنانچه که پیشتر بیان کردیم تا همین نباشه، این انگشت نباشه، این انگشت نباشه، این انگشت نباشه، اون دیگر جمع نشه که کل تشکیل میشه. پس وجود کل خود موقوف میباشه بر وجود ای جز، ای جز و ای جز. چگونه میشه که کل پیشتر از جز موجود باشه که شما بگید عالم موجود اجزای خود؟ نه، عالم تشکیل شده از اجزای خود، او باز موجود اجزا کی میشه؟ دیگه ای که عالم همی کل شد، در ای کل ای هم هست، ای هم هست، ای پنجه هم هست، ای پنجه هم هست. در ای کل هر کدام از این اجزا هست. وقتی که میگید همی کل موجود از برای ای جزءه، در ای کل خود همی جزء هم بود. پس لازم میشه که شی علت خود قرار بگیره باز هم، زیرا یکی از اجزای کل خود همی است. شما میگید کل موجود است برای، پس خودی موجود است برای خود. یک مشکل که قبلیت شی یعنی وجود شی قبل از نفسی، علتیت شی است برای نفس خود. همون مشکلاتی که پیشتر گذشت، این مشکلات به وجود میاد. دیگه ای که لازم میشه از برای یک جز موجودات کثیره، علتهای کثیره. ای هم علت از برای وجودی باشد، ای هم باشد، ای هم باشد، ای هم باشد علت از برای وجودی چیز. هر جز علاوه بر این که خود او موجود از برای خود می باشه، بخاطری که در ضمن کل موجوده، علتهای دیگر هم داشته باشه. حالان که علت یک چیزه، یک چیز علت میتونه باشه، ده چیز و دو چیز علت شده نمیتونه. این عقل قبول نمیکنه که بیا هم این علت از برای وجودی باشه، هم این علت باشه. بعدن انشاءالله در بحث توحید خداوند تبارک و تعالی، وحدانیت خداوند بیشتر ذکر میشه که وقتی که این چیز علت از برای وجودی شد، پس این فالتو شد، به این نیاز نمی باشه. حالا که شما میگید عالم کل به اعتبار کل، به اعتبار مجموعه می باشه موجود از برای چیز، و اگر بگیم که نه، عالم به اعتبار کل موجد و خالق از برای ای جز، ای جز، ای جز می باشه، به این معنا که هر کدام مستقل نمی باشه، هر کدام علت ناقصه، ایم ناقص، ایم ناقص، ایم ناقص، ایم ناقص، و همگی باز علت از برای وجودی چیز. همی که میگیم ای علت ناقصه، ای علت ناقصه، ای علت ناقصه، با همدیگر یک علت کل تشکیل میده. ای به این معنا
که این علت محتاج به این علت در علیت خود، این علت محتاج به این علت در علیت خود، همگی با هم دیگر. پس اینجا خود همی اجزا در علت شدن محتاج به یکدیگر شد. چیزی که خود او محتاج باشه باز که میتونه که علت از برای دیگری قرار بگیره. پس عالم موجود خود هم نه، موجود اجزای خود هم نه. میرا لازم میشه که کل عالم قبل از اجزا باشه و مشکلات دیگه که بیان کردیم. اگر بیایم یک جزء از اجزای عالم ما موجود از برای عالم قرار بدهیم و این جزء یا عرض رنگ و بو و مزه و طول و صغر و پهن بودن و به ترتیب تخلقل و تکاثف و این چیزها، اینا می عرض جزء عالمه. او بیا موجود عالم بشه. اولا عالم گفته مرکب از دو چیزه، عرض جوهر. عرض بیا موجود خود بشه، همون مشکلات سابقه. عرض بیا موجود جوهر بشه، اینم عقل نمیپذیره، زیرا عرض خود او محتاج به جوهر. بیشتر بیان کردیم هم در وجود خود محتاج به جوهر، هم در اشاره به خود مستقلاً به طرف عرض کس اشاره نمیکنه، به طرف جسم، به طرف یک چیز اشاره میکنه، در ضمن اشاره به طرف همان چیز اشاره به طرف عرض میاد. پس در وجود خود محتاج به محل، یعنی محتاج به جوهر، در اشاره به سوی خود محتاج به خود جوهر و جسم. چگونه میتونه که یک چیز که محتاج باشه به جسم، به جوهر، او بیا علت از برای جوهر قرار بگیره؟ بالکل بازم عقل قبول نمیکنه. مثلی که بگیم صفت علت از برای وجود موصوفه. صفت انسان، زهد او، علم او، فلان، این موجود از برای انسان باشه، این خب بالکل عقل قبول نمیکنه. خود صفت تابع انسان، صفت انسان تابع انسان. تو میگه این صفت انسان موجود انسان، پس نه خود میتونه موجود بکنه، یا خود او غیر مستقله، خود او محتاجه به دیگه چیز. با چگونه میتونه که موجود از برای خود باشه؟ نمیتونه جوهر موجود بکنه و خاطری که او محتاج به جوهر. و باز اگر بیای همی عرض، همی صفت، این موجود از برای جسم و جوهر و اعیان باشه، لازم میشه تقدم و پیش بودن وجود خود عرض بر جوهر. حالا که این هم غلط است. اول انسان هست بعدا علم میاد، اول انسان هست بعدا هنر به او میاد. اینطوریه که هنر موجود باشه باز این بیا انسان موجود بکنه. لازم میشه افضلیت و برتری عرض نسبت به جوهر، نسبت به جسم، که عرض برتر باشه، زیرا خالق شد دیگه. به گفته تو خالق برتر از مخلوق، خالق موجوده، وجود بخشیده به مخلوق، پس برتر. بیا عرض برتر باشه، فضیلت پیدا بکنه نسبت به خود جوهر و جسم، یعنی صفت برتر باشه از خود موصوف. حالا که موصوف برتری داره، او تا نباشه وجود هیچ چیز نمی باشه. و اگر اینطور بگیم که اعراض موجود اعراض، جواهر موجود جواهر، یعنی تفکیک بکنیم، بگیم این جزء عالم موجود از برای این جزء، این جزء عالم موجود از برای این جزء، هر جنس به جنس ما بیاریم، لازم میشه ترجیح بلا مرجح. زیرا اعراض میلیاردها اعراض، جواهر و اجسام میلیونها و میلیاردها جواهر و اجسامه. کدام جزء میگیری از عرض؟ کدام جزء میگیری از جوهر؟ که این جزء که عرضه موجود از برای این اعراض، این جزء که جوهره موجود از برای این همه جواهر دیگر، و هر کدام با هم دیگر مساوی در جوهریت، مساوی در خود عرضیت. چگونه میشه؟ همین مرجح کیه؟ مرجح چیه؟ پس معلومه که عقل باز هم نمیپذیره که عالم بیا موجود از برای خود، عالم موجود از برای اجزای خود، عالم که خودش برگرفته و مرکب از اجزا می باشه و اجزای عالم یک جزء از اجزای عالم موجود از برای همگی عالم. یا ای که تفکیک بکنیم که این جزء موجود این اجزا، این جزء موجود این اجزا، لحاظ عالم هم
نمیتونه موجود باشه. پس وقتی که عالم موجود نشد، موجود شد، موجود نه، مخلوق شد، خالق نه. اتم که جز عالمه، او موجود نه بلکه خود او مخلوق، زیرا اجزای او حادث و نوپیدا. طبیعت بیشعور کی میتونه که زی شعوره، صاحب شعور موجود بکنه؟ نظریه مارکس هم باطل که تصادفی، اتفاقی، بختی بیا موجود بشه. نه، هیچ کدام نشد و ایرم پیشتر ثابت کردیم که عالم موجود، با ای که عالم موجود، عالم حادث و نوپیدا، قدیم به هیچ اعتبار شده نمیتونه. پس معلومه که یک چیز دیگه، یک شیء دیگه باید باشه وراء عالم، محیط بر عالم، جزء عالم نه، عین عالم نه. او باید برتر از عالم باشه تا ای که عالم محتاج به او محتاج به عالم نه. و او نیست مگر ذات واجب الوجود. عالم همه ممکن، این چیزی که ما میگه موجد و خالق عالمه، او باید ممکن نباشه، باید واجب باشه، واجب الوجود باشه، وجود او ذاتی او باشه، وجود او برگرفته از کس نباشه. و او نیست مگر او چیزی که مسلمان میگه. این نظریه باطل شد، این نظریه باطل شد، این نظریه باطل. مسلمان میگه وراء عالم، ما فوق عالم ذات دیگر می باشه که اگر او خود دیده نمیشه، به گفته مارکس اثرات او، آثار او دیده میشه، کمی عالم می باشه. یکی ما بیایم به جزء عالم نسبت بدیم که باز خود او مشکلات داره، پس به ماوراء عالم نسبت داده میشه که او ذات واجب الوجوده. لحاظا از ابطال نظریات این گروه ها، او چیزی که مسلمان میگه، او از همگی سالمتر و از همگی برتر و بالاتر. هیچ مشکلی هم به این موضوع گیر نمیایم ما شما که تقدمش بر نفس و علتیتش از برای نفس، ای که کلیه بر جز مقدم بشه، ای که فلان بشه، ای که ای حادثه، ای محتاج، ای فلانه. هیچ کدام از اینها در ذات خداوند تبارک و تعالی موجود نمی باشه و او واجب می باشه. واجب میای موجد از برای ممکن میشه، ممکن موجود از برای خود نه. چیزی که محال باشه او کی میتونه باز بیای موجد قرار بگیره از برای چیز دیگه. پس محال یعنی ممتنع موجد شده نمیتونه، ممکن موجد و خالق شده نمیتونه. واجبه که او خالق می باشه و او همه کارو متصرف و مدبر عالم می باشه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. از نگاه طب گفته می شود که گروه پکون کسانی که با هم مخالفت دارد، آنها با هم ازدواج نکنند که در بارداری مشکل پیدا می شود. موضوع شرعی بکنیم، یکی حلیت نکاح، حلال بودن نکاح، دختر کاکا، دختر ماما، دختر عمه، دختر خاله، فلان فلان و اجنبیات دیگه که به او حلال می باشه. حلالیت جدا مسئله است، لیکن پس این ازدواج صحیح. اما ای که مشکل طبی باز به وجود میاد، او رو باز از خود دکتر صاحبا باید بپرسیم که تا چی اندازه این مشکل میتونه که واقعی باشه. در اون صورت باز میشه که ازدواج نکنن، به خاطر اینکه از بعض مشکلات آینده، فلج ها و فلان ها و فلان ها جلوگیری بشه. اما اینه که حلال نباشه. حلال است، ازدواج شرعیه، لیکن مشکلات دیگه باز باعث میشه بگی که ازدواج نکنن با هم دیگه. خالکوبی چی حکم دارد؟ حرام است. لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم الواشمات و المستوشمات. زنها سابقا خالکوبی میکردن، خصوصا لثه ها را. و باز بعدا مردها هم شروع کردن بازو را دیگر حرام، گناه کبیره. حتی فقها در مورد صحت نماز
او شخصی که در اعضای وضوی او موجود باشه خال اختلاف دارن، با اینکه اکثر میفرمایند صحیح است نماز او، لیکن بعضی میگن نماز او صحیح نیست. پس با اینکه گناه کبیره مسئله نماز هم در نزد بعضی از فقها به چالش کشیده میشه. اگر کسی وقتی که خواب میشود قرآن را از روی محبت روی سینه خود میگذارد خواب میشود، مشکل شرعی دارد؟ مشکل شرعی ندارد، ولیکن در صورت ایتو نشه که قرآن شریف باز بیفته زیر بغل و زیر پهلو و زیر کمر و قرار بگیره، فقط بالا سینه خود میگذاره بوس میکنه باز میماند بالا، باز مشکل نداره. آیا اطلاق لفظ الله بر خدا ثبوت شرعی دارد؟ شاید سوال برعکس شده باشه. الله خود خداوند میفرماید هو الله، صحیح شد؟ الله لا اله الا هو. شاید برعکس، منظور برعکس باشه که اطلاق خدا بر الله صحیح است. میکنیم ظاهریه و غیر مقلدین قائل بی هستند که فقط همون چیزی که عربی می باشه همون باید بر الله ذوالجلال اطلاق باشه. یه همه که قبول دارن که الفاظی که بر الله ذوالجلال آمده اسماء خداوندی، ولیکن اجماع امت بریه که هر کسی که صاحب یک لغت می باشه و در اصطلاح او و در لغت او همین لغت بر الله اطلاق میشه صحیح است. به فارسی همون خدا صحیح شدنی، به انگلیسی همون گاد، به ترکی همون تکری که میگن یا فلان هر چی که میگن. دیگه پس هر لغت مدار اعتبار، این اجماع امت. کسی میگوید خداوند به ما ظلم کرده ولی بعدا نماز میخواند، انشاءالله این موضوعات در مورد صفات خداوند تبارک تعالی بیشتر بحث میشه. به بحث صفات خداوند کسی که همینطور چیزی بگن او کافر میشه، صحیح؟ او کافر میشه. اطلاق ظلم بر خدا یعنی نفی صفت عدل خداوند تبارک و تعالی که امروز در بسیار از جوانها متاسفانه در خواهرها خیلی چیز سراغ میشه و شنیده شده که خدا به ما ظلم کرده نسبت به حق ما، نسبت به میراث ما، نسبت به چنین و چنان. این گپ کفریست، کافر میشه اگر مرد باشه یا زن باشه. مادیگرها به وجود روح و هر چیز فراتبعی منکر هستند. روح و چیزهای فراتبعی را چگونه عقلا اثبات میکنید؟ شاید دیر شده بود، شاید این در درسهای گذشته نباشه. اونا میگن که خدا وجود نداره خاطری که مشاهد نیست. یعنی اونا میگن که هر چیزی که مشاهد نبود وجود نداره. ما این رو مفصل بیان کردیم، گفتیم شاید برادر حضور نداشته باشه که فکر کنیم از این که ما یک چیزی را در عالم مشاهد و حواس خود نبینیم دلیل نمیشه بی که وجود نداره. عقل بیشتر بیان کردیم، عقل خود دیدی؟ نه، پس باید عقل موجود نباشه. این همه معلومات و اطلاعات از کجا حاصل شد؟ آیا جریان الکتریسیته در سیم، در تار، در لین برق دیده نمیشه؟ بسیاری از چیزها هست که دیده نمیشه لیکن اثری از برای او هست. معدوم هیچ اثر نداره، او چیزی که صاحب اثر او موجوده. پس ما میگیم جریان الکتریسیته در لین برق هست. چرا؟ خاطری که روشنایی میده. عقل وجود داره به خاطری که معلومات حاصل میشه به وسیله او. خیلی چیزها هست که دیده نمیشه. ماهی را در صحرا دیدی؟ نه. پس از این لازم نمیشه که چون ماهی در صحرا نیه پس بالکل مطلقاً ماهی وجود نداره. نه، او از حیطه حواس بیرونه. معقولات خود دیدی، یعنی علم خودت دیده نمیشه. چون به خاطری که معقولات دایره از او جدا از کی میباشه؟ از خود محسوسات میباشه. او چیزی که میشنوی او رو دیدی، یعنی او چیزی که شنیده میشه دیده نمیشه. پس از این معلوم شد که او چیزی که دیده نمیشه پس باید نباشه. پس شنیدنی ها باید نباشه، بوی ها باید موجود نباشه. چرا نمیبینی؟ پس از این خلاصه نشد چیزی که نمیبینی او نباشه. نه، هر کدام دایره خاص خود داره. از این که او چیزی که در این دایره در دایره دیگه موجود نباشه لازم نیست که پس او موجود نباشه. اینا به گذشته. انشالله
وسیله خود فلش میتونه دیره بگیره. اگر کسی نشانه های خدا را دشنام میدهد و نفرین مینماید مانند باد، ابر، باران و غیره، حکمش چیست؟ حدیث شریف هست که لا تسبوا الريح، باد دشنام ندید فانها مأمورتون. باد هر چیز مأمور خدا. اگر باد بیشتر میوزه مأمور خدا، بارش بیشتر میوزه مأمور خدا، یا سبب عذاب یک قوم میشه، یا ای که به خاطر فرحت یک قوم کشتمنها خیلی خوشحال میشن، ما و شما خیلی خوشحال میشیم به که بند سلمه پر باشه و یکی دیگه و یکی دیگه و یکی دیگه. پس اینا همه مأموره و حکم دو دادن به چیز چون مخالف حدیث پس فاسق میشه، نفر گناهکار میشه. بعضی از مردم عقیده دارن که بعضی امراض ساری میباشد. آیا این چنین عقیده حیثیت شرعی دارد یا خیر؟ به طور خلاصه بگیم که فکر کنیم یکی مرتبه سببیت، یکی مرتبه علت بودن. سبب میتونه باشه اما علت نه. من همیشه به سر درس ها میگم که اگر اینطور باشه که بعض مرض ها ساری به معنای علت بودن باشه، پس همین دکترها هم میگه باید مریض باشه. هنگامی که پیش شخص تبرکلوز میره، پیش کسی که فلان، چون که اونا همیشه با این مریض ها سر و کار دارن. نه علت نه، سببیت هست. فر من المجذوم فرارک من الاسد، پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام فرموده. باز خصوصا نسبت به اون کسی که اعتقاد او ضعیف میباشه. صحیح است که یعنی به مرتبه سببیت بگیم و پیشو نشینیم، زکام پیشو نشینیم، زکام میشه. این علت نیه. چرا خیلی اوقات هست که گفتیم دکتر به همراه صاحب زکام، به همراه مریض و گفته شما مصری میشینن، ولی که هیچ کاری نمیشه. علت اگر باشه به مجرد که علت موجود شد، معلول باید موجود باشه. تخلف معلول از علت صحیح نیست. آیا مردگان میشنوند یا نه؟ اگر میشنوند چی دلیل؟ اگر نمیشنوند چرا نمیشنوند؟ دلایل به حدیث هست. صحیح شد؟ ما تکلم اجسادا لا روح معها. هنگامی که کفار قریش ابو جهل و فلان و فلان مندازه پیغمبر خدا علیه السلام امر میکنه میکنه در چاه بندازید، بعد از اینکه میخوان برند به طرف مدینه منوره میان به پیش موچاه، به پیش موچاه میان و اسم هر کدام صدا میکنه یا فلان ابن فلان، ایا سرک انک كنت تؤمن بالله ورسوله لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا او وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. حضرت عمر میفرمایش این روح نداره، این چگونه میشنه؟ شما با اجساد صحبت میکنید که روح نداره، نمیشنه. میفرمایه که انهم لاسمع ما اقول منكم، او چیزی که من میگم اینا از شما بهتر میشنن. احادیث هست، اختلاف در مابین صحابه هم در این مورد بوده. حضرت عایشه صدیقه ام المؤمنین میفرمایه که نمیشنن، جناب حضرات صحابه دیگه میگن میشنن. پس غلو در این چیزها که یکی اگر بگه میشنوه بگیم این کافر شد، اگر میگن نشنوه او کافر شد، این بالکل غلط و صحیح نیست. این در درس حدیث گذاشته. کلمه ذات واجب الوجود را کم تشدید. ذات واجب الوجود یعنی ذاتی که وجوده واجبون، وجودش واجب است، وجودش ذاتی اوست، وجود او ابدی است، سرمدی است، فنای نداره و از کسی هم گرفته نشده، موجد از برای دیگران نباشه. این میشه ذات واجب الوجود. همون مسئله انفجار بزرگ که قائل بر این است که تمام کائنات ابتدا به شکل ذره بوده، بعداً کتله تشکیل شده و سپس انفجار و توسعه کرده و فی الحال جهان در حال توسعه است. این مسئله دقیقاً در کدام قسمت با عقیده ما تعارض دارد؟ سعی کنیم یکیه که همونطوری که شما نوشتید اول ماده باشه، سخن به سریه که ماده را کی تشکیل، ماده را کی موجود کنه. همین چیزی که ظاهره که از جهت انفجار فلان به وجود آمده، همون چیزی که منفجر شد همون را کی موجود کرد. سخن به سریه این خود با خود نیامد، به انفجار از ما کار نداریم. زیرا بعض اوقات میاد که آیه مبارک است که ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، میتازن ما او را دراندیم، یعنی یک چیز درش انفجار در این آیات میتونه به او
اشاره بشه، اگرچه معانی دیگه هم داره، اما از این استدلال گرفتن به این که خدایی نیست معاذالله، چنانچه که مارکس میگه یا این مادیگرها که پیشتر گفتم میگن اتم یا فلان، این چیز بالکل نیه. و گفتیم همون که میگه از این چیز انفجار صورت گرفت و تشکیل فلان شد، همون چیزی که پیدا کرد، همون ماده اصلی را که پیدا کرد. آیا اطلاق موجود بر الله درست است یا خیر؟ اگر باشد پس هر موجود واجد را خواهان است، پس نسبت حدوث به الله لازم میشه. اطلاق کنیم این مسئله که خود لفظ موجود به معنای الذی وجده، یعنی الذی وجده احد نمی باشه نسبت به خدا. موجود یعنی ذات وجود، بس نسبت به خدا یعنی ذات وجود. کسی پرسان نمود که الله متعال آیا قادر است که سنگ را مثلا در جای بندازد که از ملکش نباشد یا خیر؟ این موضوعات انشاءالله میاد به بحث قدرت. بعضی دوستایی که در درس‌های سالهای گذشته یا به این ماه مبارک رمضان در درس‌های اعتکاف بودن، این چیزها همگی بیان شده، میاد به اونجا. حاصلیه که یک چیزی که خود او استعداد نداشته باشه، این که قدرت به او تعلق نگیره، یعنی در یک چیزی استعداد ذاتی نیست که قدرت به او تعلق بگیره، پس به خاطر قدرت به او تعلق نمیگیره. از تعلق نگرفتن قدرت به او چیزی که استعداد نداره، یک تقصیر لازم نمیشه. طور مثال بعضی اشیاء هست جذب نور خورشید میکنن، بعضی اشیاء جذب نور خورشید نمیکنن. خورشید خب مقصر نیه در این مورد، خورشید خب میتابه، همون جسمه که نور نمیگیره او چون استعداد نداره. پس به خاطر میتونم بگم که یعنی قدرت خداوند اگر تعلق نگیره به این محالات، یکی اینیه صدها محال دیگه، او ایتو نیست که نقص در قدرت بیاه و عجز و خدا هم ثابت باشه. میاه انشاءالله مفصلی موضوعاتی سوالات میاه، ما میگیم به جایی که شما مطرح بکنید. اطلاق صاحب به غیر از خداوند درست است یا نه؟ بله صاحب که میگن همینطور اگر مقصود باشه، بله صاحب، صاحب میگم صاحب. صاحب کنیم این چیزهایی که احترامانه. صاحب مضاف الیه و محذوف، یعنی صاحب السمو، صاحب الجاه. یا صاحب به معنی یعنی دارنده یک چیز، خود صاحب یعنی دارنده، مثل که صاحب کتاب میگم، نه صاحب علم میگم. همین که میگم مولوی صاحب، استاد صاحب، مضاف الیه را محذوف کرده، یعنی صاحب السمو، صاحب العزت والجاه، صاحب العلو. صحیح احترامی است. حکم موسیقی چیست و حکم کسی که موسیقی را مباح می‌داند چیست و نظر علمای بزرگ و امام غزالی را درباره موسیقی بگویید. خود در این مورد جناب امام غزالی رحمه الله، یعنی صوفیین کرام، اونا قائلن به که خود نیو به می ترتیب داریو و دول که ما و شما میگیم طبله، این صحیح میباشه. این نظر امام غزالی سر است، لیکن نسبت به هر لوده نه. صحیح شد؟ او میگه یعنی صوفیین هم شرایط خاص خود دارن که در هنگامی که نعت خوانده میشه، نعت خوان باشه، شخص صاحب ریش، بچه بیریش نباشه، و او شعری که خوانده میشه گفتیم نعت باشه، امور دینی باشه، اوصاف زنها و فلان نباشه، و مقصود از این چیز هم وصول الله باشه، یعنی دل با خدا ارتباط پیدا کردن. این نظریه بعض از صوفیین کرام رحمهم الله که به اونا هم یعنی همون به اساس حسن نظری که هسته و دلایلی که اونا دارن، لیکن اون چیزی که جمهور علما رحمهم الله بیان میکنن میگه که به غیر از داریه دیگه همگی حرام میباشه. اما چون اون صوفی بزرگوار از برای خود دلیل داره، چیزی که به اساس دلیل بود اگرچه که اون دلیل غلط باشه، لیکن چون همون عالم به او استدلال گرفته، او را ما نمیتونیم نسبت به او فسق بگیم که این نفر فاسق یا فلان، چون او به همراه دلیل صحبت میکنه. اما به اعتبار اکثر، چون ما نظریه اکثر داریم و احادیث داریم مورد میباشه، پس به خاطر میگیم که این حرام میباشه و گوش کردن موسیقی و فلان این شرعاً ممنوع. این که بیای غذای روح قرار بگیره یا فلان، این بالکل گناه کرده این نفر. اگر کسی بگوید فلان چیز را اول به خدا بعداً به تو سپردم، چی حکم دارد؟ در حدیث بخاری شریف هست همین چیز، انا بالله و بک. خود بخاری شریف مستقلاً در این مورد
باب منعقد میکنه که اول با خدا، دوم با تو. صحیح است. یعنی یک چیز به عنوان سبب قرار دادن. صحیح است. حکم عبور نمودن از جلو نماز چیست؟ مکروه تحریمی و تا چند متر جلو نماز گفته می شود. فکر کنیم فرق میکنه مکانه ها. یکی مثل مسجد جامع، مثل خرقه شریف، بیرون و داخل مسجد، در جاهای کلام مثل مسجد الحرام، و اونجا از دو صف او طرفتر پروانه داره که کسی گذار بکنه، و در صحرا به می ترتیب دو صف او طرفتر پروانه داره که گذار بکنه. لیکن یکی مسجدهای خورده که از 60 در 60 خردتر باشه، بعضی میگن 80 در 80 خردتر باشه، او همگی جا حکم یک محله داره. چی دو صف باشه، چی سه صف او طرفتر، بازم که هست او گناهکار میشه. آیا قدیم اسم خداوند هست یا نه؟ در این مورد ابن حزم ظاهری اینا میاد انشالله در بحث عقیده. ابن حزم ظاهری میگه که قدیم اسم خدا نیست، لیکن جمهور علما، همگی علما بغیر از ابن حزم میگن قدیم اسم پروردگار میباشه. میاد انشالله که او به چی معنا میگیرن و جمهور اهل سنت و الجماعت به چی معنا میگیرن. اگر کسی بگه اگر بخواهیم که پیشرفت بکنیم یا این که باید اسلام نابود بکنیم یا این که اسلام مایل به طرف غرب، این گفته سکولار های. صحیح شد. اونا میگن اسلام باید تابع مد باشه. صحیح شدن. یعنی اسلام او میباشه خود آب، او تابع جکه. اگر جک سرخ بود باید اسلام سرخ باشه، اگر جک سبز بود باید اسلام سبز باشه. صحیح؟ این نمیگه که زندگی باید تابع اسلام باشه. اون میگه نه، اسلام باید تابع زندگی. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. هوا و خواهشات و میلان او، زندگی او تابع شریعت باشه. میگه که طبیعت شریعت تابع خود بکنه، تابع کافر بکنه. معاذالله. ما میگیم، یعنی مسلمانان میگن که وقتی کالبد انسان ساخته شد، خود خداوند از روح خود در آن دمید. که از روح خود نه، گاهی اوقات اضافت ها تشریفیه. روح یک شرافت داره، چیزی که شریف بود به خداوند نسبت میشه. ورنه بیت الله میگیم نه، بیت الله یعنی چی؟ بی‌معنی نیست که این خانه از خداه، خدا در سکونت میکنه. نه، این به خاطر شرافت، زیرا محل نزول وحی محترمه. ناقت الله در آیات قرآن عظیمشان، این اضافت تشریفیه. در مابین ما و شما هم همینطور است. گاهی اوقات به خاطری که شرافت با مضاف بخشیم، بادیگارد ولی سه، ولی خود یک شرافت داره. همین بادیگارد هم که مضاف میشه به طرف ولی، این خودی باید یک شرافت پیدا میکنه. میتونه که این مملوک ولی باشه یا فلان باشه. اینجا هم وقتی که خداوند میفرماید و نفخت فیه من روحی، میتونه که روح خدا، روح جز خدا، این تو چیزی نیست. این انشالله در مسئله رد عیسویت یعنی نصرانیت این موضوع هست که نصرانی ها از این چیز دلیل میگیرن به اینکه عیسی جز خدا. ما دلایل نقلی و عقلی برای باز داریم به اینکه از این چیزها جزئیات ثابت نمیشه.